سلام خدمت همه دوستان عزیز. با یه قسمت دیگه از اسپارتی خدمتتونیم. امروز خیلی کار داریم با هم دیگه. بریم ببینیم چه خبره. از فرانسه شروع کنیم و قدرت هوایی و فضایی فرانسه و چه خلبان‌هایی ماهد، چه جنگنده‌هایی داره. قرار بود تعریف کنیم، نمیدونم اینا یه گشت در بودا چه خوردن. نه شما که جز ابرقدرت‌های نظامی بودیم که شما که میخوایم به ایران حمله کنیم، حداقل دو تا جنگنده رو بتونید کنترل کنید بعد به ایران حمله کنید. آبون منم بردیم واسه برنامه. حالا ولش کن. اصلا بریم از قدرت ترابری و فرودگاه‌های انگلیس صحبت کنیم. انگلیس باز بهتر هست. والله فعلا يمكن ايش تولع لسه قاعد تولع الان قاعد بتولع يا عم. It's all dark here, mate. میشه کشور یه خود تغییر تو وجود نداشت؟ نمیشه که. باید تو یک کشور به بزرگی دو سه تا خود تغییر باشن بیان بگن ما مرکز نفرین زمینی. یه روز فرودگاه تحقیق بوده ساخته بوده دوردهش برق نداشتن. 1350 پرواز هم در تاثیر قرار گرفته. چه وضعشه؟ دو تا خود تغییر هم تو خودت داشته باشی اگر میگی انگلیس. واقعا من متاسفم برای این. حالا اگه میخوایم ما چه 3-4 تا خود تغییر بهتون صادر کنیم، ما زیاد داریم. سعیم این وسط به پاریس هم بزنم که اونجا مرد آزاد. Ok. Non, c'est pas. Doucement. Ok, je déconne. Giovanni. Yes, Giovanni. De toute façon, elles sont. Madame, RFI, s'il te plaît, la ça. Non, mais elle avait pas filmé. Mais non, elle a rien volé. Pour la vidéo. Ah ouais, non. C'est quand même à bousculer. یه 2 سانتیمتر گرفتن. حالا برخورد شدن کار ندارم، ولی اگه تو ایران بود چه میکردید؟ شما اینکه خود تغییر هستید. کلی ویدیو میساختن که آقا ببینید برخورد ایرانی‌ها با دخترها چگونه است، ما آزادی خواهیم، ما زن زندگی آزادی بر این چه. حالا همینایی که مدعی حقوق زن بودن اینجوری با برخورد با زن‌هاشون. هرچند که دوست داریم. قرض زده ای گرایی با تو هستم. روی سخنم با تو قرض زده ای غیر گرایی. بیشتر تفکر. حالا که اینجوری یه لوسی هم که یه برخورد پلیس تو آمریکا هم ببینیم با هم. Was it justified or pure brutality? Was located, the vehicle was not like that. Sit down. No. You sit down. Get on the ground.
Si, ça. Non. So, anh đẹp lần. Anh có anh lại. Ai đi đẹp lần. Yeah, I'm gonna call an ambulance. Look at his head. One call fast. Yeah, an Oklahoma City family is worrying about their father after they say an Oklahoma City police officer used excessive force. Now, these pictures are from the family showing their father, who's 70 years old and in the hospital. You can see the blood and bruising there. The family says an Oklahoma City police officer used excessive force Sunday afternoon, and police got back to us late today and posted this saying, نه برخورد پلیس آمریکا با یک مرد افراد شمایی که دنباله ای هستید بره آمریکا عهد آزادی و رویا و همچنین برخوردهای مادر چون هر لحظه ممکنه بهت گیر بدن به خاطری که خارجی هستی و اینجوری ظرف‌بندی کنی که اگه بازم میگم این تو ایران بود تمام تو جوامع حقوق بشری علیه ما بیانیه صادر می‌کردن ری ویدیو میساختن پوستر میساختن ولی چون تو آمریکا هیچ کسی چی نیست. حالا بریم کمی از قدرت نظامی ما در برابر اسرائیل گوش ندیم. زبون کارشناس لبه تکنولوژی دنیا، یعنی از هر چی پدافند وجود داره تو منطقه که باید رد کنیم. خب حالا هدف چیه؟ دو تا پایگاه اصلی، یکی تو شمال یکی تو جنوب، مخصوصا این پایگاه نواتی اون بزنم. چرا نواتی؟ مگه چه اهمیتی داره؟ مهمترین پایگاه هوایی این هاست. این پایگاه رو هم پایگاه هوایی رو بردن تو صحرای نگب، یه جایی که قابل دسترسی نباشه. بیشترین میزان محافظت ازش وجود داره. چرا؟ اونجا مرکز عملیات F-35 هواپیمای ترابری بزرگ هرکولس اونجاست. اونجا مرکز آموزش خلبانای F-35 هست. اینقدر امنه که مرکز یکی از پایگاه‌های اصلی تجمیع جاسوساش هم اونجاست. اینقدر امنه. خیلی بهترین پدافند دنیا رو گذاشتی برای که از این محافظت کنی. F-35 $120 میلیون پولشه و چیزی هم نیست که آمریکا به دست هر کسی بده. میذاریش تو بهترین گنجینت. وقتی اینجا رو زدیم هر جای دیگه یه بخواهی میتونیم. این از قدرت نظام ما با تحلیلگرهای نظام نه حرف من با ما بود کسایی پس کسایی که ما را جنگ میترسونید ما از این چیا نمیترسیم. ما توی سالهایی که ایران بوده توی این 10,000 سال با دشمنای زیاد جنگید. شما که چیزی نیست کوچولو برید ماستتون رو بخورید و هیچ وقت ایران رو تهدید نکنید. به قول یکی که نمیخوام اسمش بیارم هیچ وقت ایرانی رو تهدید نکنید. خدا